این چه روزی است که در یک روز و یک ساعت سه جوان زیبا، سه جوان بازومند، سه جوان دولتمند را به خاک سپاریدیم و به خانه آخرت گسیلشان کردیم. آخرین سه برادر ما چه نیت‌ها داشتند، چه وعده ها داشتند، از آنها نیز چه امیدها بود. در آن صدمه مرگاور سه دوست ما از بین رفت و یکی دیگرش معیوب شد. آخر کسی انتظار نبود که آخرین روز این فرزندان، برادران، شوهران، پدران، دوستان ما چنین خواهد بود. چند روز پیش آنها در بین ما بودند و چه مقصد و نیت‌ها داشتند و اما امروز همه یک جای جوان مرگ می شوند. آن روز همسنفان برای 5 سالگی ختم مکتب همه جمع آمدند. تنها 3 نفری که آن روزها در مهاجرتی کاری بودند و 2 نفری که شوهرشان نگذاشته است به چنین معرکه ها روند آن روز نبودند. باقی همه جمع آمدند. حتی نفری که 250-300 کیلومتر دور در شمال تاجیکستان کار و فعالیت میکرد جواب گرفته آمده بود. اما کی میدونست که شهباز آن 250-300 کیلومتر را طی کرده برای استقبال مرگ خود می آید. منوچهر جوان مرگ باشد هفته پیش توی عروسی کرده بود و او نیز چه مراد و مقصدهایی داشت. سعید جان جوان مرگ باشد هفته پیش از مهاجرت کاری برگشته بود. اما روز و ساعت که رسید ملک الموت نمیگوید که تو جوانی، آخر تو طاعت و عبادت نداشتی، آخر تو چه مراد و مقصدها داشتی. این جوانان 23-24 ساله آن ساعتها پروایی از زندگی نداشتند و نوشاکی های سپیرتی را پای هم خالی میکردند. تنها سعید جان خود نمی نشد و دیگران را هم نصیحت ها میکرد. او که باری هم نه عرق و نه پیوان نخورده بود همسنفانش را نصیحت ها میکرد و حتی حدیث و آیت های قرآن را مثال می آورده است که آنها از نوشیدن دست کشند. سعید جان، بیا یک مصلحت. همین جوانی همون که ننوشیم و کیف نکنیم، کی میکنیم؟ این آخرین بار است. میشود. آخر خداوند مهربان است، او میبخشد. خیلی همین جوانی گفتم که همین طور نه بچه ها. با سعید جان روی آورده گفته است منوچهر. راست منوچهر، ما که آخران بار میخوریم و دیگر حتی یاد آن را نمیکنیم. راستش من توبه نمیکنم اما وعده میتیم که بحث کنم دیگر نوشیدن را. آخر من همه روز کتی کلان ها می نشینم و آنها کرومکه را دراز کردند و نگیرم خفه می شوند. دوام داده از شهباز. سعید جان گوید نگوید دیگر همسنفان حتی دختران عرق و کنیاک و شامپانز که میخوردند و پروایی از این دنیا نداشتند. آنها همین روز و ساعتشان را فکر میکردند، نه پروایی از فردا داشتند. نیمه شب شد و صاحب طربخانه خواهش کرده است که تا طربخانه را خالی کنند چون ساعتی کاریشان تمام شده است. جوانان هر یکی به ماشین خود می نشستند. سعید جان و شهباز و منوچهر که در همسایگی زندگی می کردند یک دختر دیگری همسنفشان را گرفته به راه برآمدند. سعید جان که ننوشیده بود التماس میکرد تا او سر چنبرک نشیند، اما منوچهر به این راضی نشد. او ماشین را به کسی باور نمیکرد. منوچهر ماشین قیمت بهای خود را چنان سخت میراند که نه چراغک های سر راه و نه افت های راه پیشتر بود از صد راه او را گرفته نمیتوانستند. اما کی میدانست که او اینقدر تیز به سوی اجل میشتافت. در آن صدمه آن دختری همسنفشان با شکست زیادی بدن زنده ماند. اما او که از شوهرش نپرسیده به 100 بهانه به این جمع آمده بود از چنین زنده ماندن مردن را بالا میدانست. سعید جان و شهباز و منوچهر جوان مرگ شدند. همسنفان دیگری که از پس آنها می آمدند و نتوانستند ماشین تیزروی منوچهر را گذرند اکنون داد و فغان می کردند و پشیمانی می کشیدند. تنها آن ساعتها آنها درک کردند که این حادثه به هر یکی آنها شدنش ممکن بود چون همه در حالت سخت مست بودند. اکنون حالت والدین را خود تصور کنید. پدر و مادر شهباز در این حادثه تنها و تنها منوچهر را گناهکار می دانستند. آنها سر و موی کنان می گفتند که منوچهر فرزندی ما را با خود برده
سبب مرگ شد. آخر شهباز ما چه نیت‌هایی داشت، چه مراد و مقصدهایی داشت؟ والدین نزدیکان منوچهر باشد همه همسنفان او را گناهگار می‌کردند که بار گناه را به خود نمی‌گرفتند. گویا که این دوستان و همسنفان او را عرقخور کردند، شبگرد کردند، بی‌پروا کردند. والدین سعید جان هم داد و فغان برداشتند و آخر به تقدیر تن دادند. آنها که از اسلام با خبر بودند تنها گفتند که روز و ساعت بچه امان رسیده بوده است. اجل که آمد چیزی بهانه می شود. ناشکری نکردند، روی مویکنی نکردند. هرچند که فرزندشان را از دیگر والدین زیادتر دوست می داشتند. آن دختری که بپرس شوهرش به آن تشکیلی آمده بود معلوم شد که به شوهرش دروغ گفته بوده است که بیمار است و به خانه والدین رفته معالجه می کند. خداوند سزای این دروغ را داد و اکنون یک عمر این بیمار می ماند. شوهرش باشد دیگر به خانه خود بردن او را قبول نکرده، همه گناه را به والدین او پرداخته است. همسفان دیگر باشند همه طاقه ها در سر، جامه ها به بر خود را در مرگ این سه همسنفی خود گناهگار حسابیدند. آنها اکنون فکر میکردند که چرا پیش عرق خوری این جوره ها را نگرفتیم؟ چرا به سر چنبرک ماشین سعید جان را نشنانیدیم؟ چرا؟ صدها چرای دیگر. اما چی فایده از این چراها؟ وقتی که کاری میشدگی شد. امروزها چه جوان پسران چه جوان دختران به نوشیدن و به بد اخلاقی مشغولند. فکر و اندیشه نمی کنند که جوان نیز روزی می میرد. برای همین دوستان من پیش از جوان کار را کردن خوب باید اندیشه کرد. پیش از آن پدر و مادران ما باید اندیشه ما جوانان را کنند و از راه بد